امروز می‌خوایم درباره یکی از ترسناکترین و مرموزترین آدمکشای افغانستان صحبت کنیم. کسی که اسمش با ترس گره خورده، ابوالقاسم جبار. اون یه قاتل زنجیره واقعی بود. اکثر قربانیاش هم مردها و پسرای جوون بودن. وقتی گرفتنش بهش مشکوک بودن که بالای 300 نفر رو کشته. یعنی چی؟ یعنی یه نفره یه قتل عام واقعی رو انداخته بود. از نظر جنایت هیچی از طالبا کم نداشت. اما قضیه از اونجایی دردناکتر میشه که قبل از اینکه بگیرنش دولت 2 آدم بیگناه رو به خاطر قتلایی که اون انجام داده بود اعدام کرده بودن. سال 1970 بالاخره گرفتنش. خودش هم به کلی قتل اعتراف کرد، ولی به جای اینکه مثل خیلی از قاتلای زنجیره دیگه بره حبس ابد، فقط 1 سال زندون بود. تا اینکه سال 1971 با طناب دار اعدامش کردن و پروندهش بسته شد.